نام یاد خدای مهربان سلام. برنامه نوبتی کتابخوان است و در مهمانی ما قرار دارند استاد سیفالله ملاجان. استاد با برنامه خوش آمدید. تشکر که تکرارا دعوت ما رو پذیرفتید و بگویید که چه حال و احوال دارید. درود بر شما، سلام بر همه بینندگان برنامه کتابخوان. سپاس مر خدای را که تندرستیم و اینجا جای دارد من از شما یک تشکر قرض دارم برای آنکه شما لطف کردید البته و در خطر این همه فرهیخته و دانشمندان و اهل علم و فرهنگ تاجیک من هم دوبار دعوت کردید و همین دعوت های شما باعث شدن که نفرای بسیاری به من مراجعت کردن مستقیما و درباره کتاب بعضی جزئیاتی بعضی صحبت ها پرسیدن درباره بعضی کتاب ها و من توفیل این برنامه دوستانی نو پیدا کردم که اونا از قشرهای گوناگونن و اون دوستان من دوستانی کتابخوانی خود می‌نامم. سلامت باشید استاد و دعوت تکرار شما به برنامه به خاطر این است که ما مکتوبای زیاد گرفتیم، نامه‌های زیاد گرفتیم که درباره دولت سامانیان یک صحبت علیحده داشته باشیم، یک صحبت کامل در این موضوع انجام بدیم که این دولت چی بود و چگونه به وجود آمد، چه عامل‌هایی بودند که قدرتمند شد و چرا ما از این دولت افتخار می‌کنیم و چی بود که این دولت بالاخره شکست خورد و این نامه‌ها این درخواست‌ها باعث گشت ما به این موضوع دست بزنیم و به بیننده برنامه کتابخانه داور شیم که این یک صحبت ویژه می شود، شبیه یک درس، شبیه یک کتاب، شبیه یک مقاله. شما میتونید از این صحبت رو تماشا کنید و نظر و اندیشه خود رو بگویید. خب استاد از اینجا بیا شروع کنیم که چه عامل‌ها سبب گشت که چون یک دولت با نام سامانیان با وجود بیاید؟ 100 سال پیروزی اولی عرب‌ها اصلا بر ایران و من جمله بر آسیا میانه، در 100 سال اولی پیروزی آنها حکومتی امویان به سر قدرت آمد. بعد بعضی کارها در داخل خلافت شد که این موضوع بحثی ما نیست و حکومت امویان به سر تخت آمد و حکومت امویان که خودش خلافت میگفت، امروز هیچ کس البته از دانشمندان مسلمان آنها خلافت نمیدونه، یک شاهیگری عرب میدونند، چون روش انتخابی اون خلیفه ها و خودی روش به تخت آمدنشان دور از اون چیزی بود که در زمان ما خلفای راشدین میبینیم. و این سلسله به اعتراف اکثر دانشمندان و مستشرقان و خاورشناسان جهان، مورخان جهان، یک حکومتی پن عربیستی، یعنی بسیار شدیداً عربگرا هست و این حکومت نزدیک 100 سال قدرت دارن و 90 سال دقیقاً و متلاشی شد. سبب هایی که این حکومت متلاشی شد این بود که در داخل خودی همین جامعه عرب که اینها عرب بر غیر عرب برتر میدونستند، قانون‌های وضع کرده بودند که عرب‌ها هرچند مسلمان هم میشدن غیر عرب‌ها حقوقشان با حقوق عرب‌ها برابر نبود، گپ‌های زیاد دیگر که این سبب شد که در داخل همین ایران و آسیای میانه و کشورهای غیر عرب یک حرکتی ضد اموی و ضد عربی سر زد و در همین وقت برابر با همین در داخل خود عرب‌ها که از حکومت و از قدرت و از ثروت مست شده بودند، یک جنگ قبیلوی سر زد. عرب‌های شمالی و عرب‌های جنوبی با هم دیگر جنگیدند. عرب‌های اینا رو عدنانی و قحطانیشون میگفتن. در همین زمان در همون نیروهایی که ضد اموی بودن قیام شروع کردن و این همین قیام یکی از خاندان‌های بنی هاشم، یعنی نزدیکان پیغمبر از اولاد عباس که عمک پیغمبر بود، همین قیام سروری کردن و ابراهیم امام که سرور یا امام همین عباسیان بود با سرکرده خود ابو مسلم که یک تاجیک است دستور داد که مردم خراسان که ناراضیان از این حکومت مردم برخیزن با بیرقی سیاه که رمزی خاندان پیغمبر بود. اینها قیام کردن و حتی همین ابراهیم امام عباسیان که خودش عرب بود، از اولاد عباسی و قریشی بود، آنچنان این خاندانی پیغمبر از اموی آنچنان زیاد لطمه دیده بودن، ضربه دیده بودن که این به ابو مسلم میگه که در خراسان هر کجا عرب دیدی بکش، نمیگه که گناهکار یا بیگناه. همین موجی حرکتی ضد عربی آمد در دوام 2 سال، از سال 747 تا 750 در دوام 2 سال اینها آمدن قدرت اموی را برچیدن و انمون نیروی ضد عربی به قدرت رسید، عباسیان سری قدرت آمدن. چیز فراموش نکنید که چرا در این حکومت عرب ها بود، حکومت مسلمان، عرب های مسلمان بود، لیکن
همین سه ایمپری، سه خلافتی که داشتن هیچگاه در سرزمین حجاز، در سرزمین عربستان نبود، به خاطر اینکه مسلمان‌ها ایمپری داشتن، یعنی از خودی اسپانیا که گرفته بودن تا دیوار چین، قلمروی بسیار وسیع. این نیاز به اداره داشت و از بس که در سرزمین عربستان شهر با اون چنان شهری نبود و خودی عرب ها تا اسلام هیچگاه ایمپری نداشتن، به این خاطر اینا حکومتاشون در جاهای بنا کردن که در اونجا سابقه امپراتوری، یعنی دعوای امپراتوری باشد. این یکی اول امویان در سرزمین دمشق و از بس که دمشق همیشه پایگاه امویان بود و مردم با امویان نیکبین بودن، عباسیان دیدن که در اینجا حکومت کردن نمیتونستن و از بس که پشتیبان اینها مردم ایران و خراسان بودن، آمدن در حدود ساسانیان سابق در حدود عراق پایتختشون ساختن. انا که شما تصور کنید وقتی اینها با همین شعار به سر قدرت رسیدن، طبیعی است که حکومتشون با هر چی که اینها اموی ها میکردن دشمن بودن. اینا اونچنان با اموی ها دشمن بودن که یک خودی همین عبدالله ابن عباس در سرزمین شام و عراق زیاده از 90 نفر از اولاد اموی ها را قتل کرد، حتی به مرده ها رحم نکردن. اینا آمدن همون جسدی خلیفه های اموی را غیر از عمر عبدالعزیز جسداشون از درون قبر برآورده، جسداشون حتی آتش زدن. یعنی اینقدر نفرت بود و انمین در بالای انمین نفرت آمدن سلاله‌ای که تمام گرویشش به مردمی، یعنی به فرهنگ و تمدنی تاجیکی بود و عباسیان از ابتدای روی کار آمدنش اونچنان به عرب نفرت داشتن که حتی لباسی عربی نمیپوشیدن، لباسی تاجیکی میپوشیدن. اینا موسیقی عربی گوش نمیکردن، موسیقی تاجیکی گوش میکردن و به دربار نزدیک کردن سلاله های تاجیکی را. از همون روزهای اولی به قدرت رسیدن اینا رو برمکیان آوردن، برمکیان تاجیکی بلخ. و من بعد اینها با یک جنگ دیگر شد در بین در خود داخل عباسیان، یک جنگ دیگر شد، جنگ امین و مامون بچهای هارون. مادری امین تاجیک بود، مادری مامون تاجیک بود، مادری امین عرب ها از این امین جانبداری کردن، تاجیک ها از مامون. جنگ شد. در این جنگ مامونی یعنی تاجیکگرا به قدرت رسید و سرداری سپاه این عبدالله امین طاهر ابن حسین بود. وقتی که اینها دویم باره یعنی مدیون تاجیکا شدن، در قدرت دوباره تاجیکا بعدی برمکیان که میدونیم به قتل رساندن، دوباره سلاله های تاجیکی را قدرت دادن و شروع کردن از سامانیان. اول سامانیان قدرت دادن، یعنی اولین حکومتی که اینها در ماوراءالنهر قدرت دادن سامانیان بودن سال 819. بعد 2 سال بعد امارت تمام خراسان، یعنی از ایران تا دیوار چین، اینا دادن به خاندان طاهریان خدمتگزار عباسیان بودن، یعنی در اطاعت بچون و چرا بودن و اینا خدمت بزرگ کردن. اول اینکه نظام و نظم در این سرزمین جاری کردن، ولی اینها بیشتر عربگرا بودن، یعنی طاهریان. اینا به عربی گپ میزدن، اینا به فرهنگ و تمدنی تا اسلامی ما اصلا رغبت نداشتن. مثال برای عبدالله طاهر که شاید دانشمندترین و بهترین حاکم دوری بعد از اسلامی تاریخ ماست که بسیار عارف است، بسیار حتی شاعر است، با عربی شعر میگوید، اما به همون مفاخری تا اسلامی ما اصلا احترام نمیگذاشت و حتی یک بار یک دوستانی قدیمی همون تا اسلامی رو آوردن، گفت این برای ما ضرور نیست، این یعنی باطل است. اینها که موفق نشدن، روحیه مردم که روحیه عرب ستیزی بود، روحیه استقلال خواهی بود، در همین روحیه سلسله دیگر به قدرت آمد، صفاریان. اگر طاهریان برآمده از میان اشراف باشن، این صفاریان از طبقه پایینی آمده بودن، یعنی مسگر بودند. اینا صفار معنی مسگر میگن، رویگره. صفاریان اگر ما گوییم که تخت و دولتداری و همون سنت دولتداری تاجیک به یک خانه اگر قیاس کنیم، طاهریان و صفاریان، طاهریان و برمکیان و طاهریان فوندامنت، یعنی بنیادی همین خانه را گذاشتن، دیوارش بنا کردن صفاریان. چرا؟ صفاریان مثل مدتی کم حکومت کردن. برادرها عمرو و یعقوب و عمرو همگی 30 سال قدرت کردن، اما اینها در 30 سال قدرت کاری 300 سال کردن. 2 کار اینها به یاد ماندنی است و ستودنی است. یکم کارشون اینه که اینها نخستین سلسله تاجیکی بودند که اصلا مشروعیت عباسیان زیر سوال بردن. شما تصور کنید حتی فقیهان تاجیک نژادی مثل ابو حنیفه و مثل مالک، اینها میگفتن که یک شرطی خلیفه بودن،
قریشی بودن. این یعقوب لیث اصلا گفت که این خاندان عباسی یک خاندانی فاسده، یک خاندانی ستمگره، یک خاندانی است که به پیغمبر اصلا نسبت ندارن. اینا کاراشون هم کارهای زشت است و وقتی که این به زور قدرت از طاهریان گرفت و مجبور کرد خلیفه به نامش لیوا و منشور فرستاد، مردمی یک کم مذهبی گفتن که چون مردم عادت کردن که هر کس خلیفه منشور یعنی نامه میداد که فلانی امیر، همون قبول میکردن. بعد مردم در بینشون صحبت شد، گفتن که اشراف نیشاپور گفتن که این به امر خلیفه آمده است، یعنی این خارجی است، این یاغی است. وقتی این فهمید همین اشراف دعوت کرد یعقوب، بعد گفت که امری من بیارید، گفت یعنی منشور من آوردن یک شمشیر. همه مردم ترسیدن که ما رو میکشد. گفت نه من نمیکشم، نترسید. همین خلیفه رو به تخت کشیدند است همین شمشیر. منم به تخت همین شینانده. پس منشوری من و خلیفه یک است. این یک. دوم خدمتی که این کرد، وقتی که شاعران آمدند و ستایش کردند او را به زبان عربی، همه با عربی شعر میگفت. این گفت چرا شما منو به زبان ستایش میکنید که من اون زبان نمیدونم، منو به زبان خودم ستایش کنید. و شروع شد شعر و نثر تاجیکی. یعنی این خدمت بزرگی اینه. و در همین زمینه سامانیان در بین این دو بودن، یعنی بین طاهریان و صفاریان. یعنی سامانیان وجود داشتن الان، این خیلی نه که بعد از اینا پیدا شده باشن. برای که در مکتبه میونه وقتی ما میخوندیم که در دانشگاه میگن طاهریان، صفاریان، بعد سامانیان. برای اون این گپ میزنن که طاهریان اول حکومتی امیر اون زمان ما دولتداری ما رو میگفتن خراسان. امیر خراسان اول طاهری شد، بعد صفاری شد، بعد سامانی. لیکن در شهرهای ماوراءالنهر، در همین استرافشن و چاچ، در سمرقند و در هرات و در استرافشن، اینها از سال 819 علاقه قدرت داشتن و سبب حکومت یک چیز ما یک زمینی دیگه باید فراموش نکنیم. تاجیکا بعضی ها میگن که عرب‌ها آمدن یک بینیش و یک چیزی نادرست دیگه که ما فکر میکنیم که عرب‌ها آمدن در سری ما شمشیر دادن ما پگاش مسلمان شدیم. نه، روند مسلمان شوی ما طوری که دانشمندان معروف جهان از جمله خاورشناسان غرب میگن روند مسلمان شوی مردمی تاجیک تقریبا 250-300 سال ادامه یافت. یعنی وقتی که حتی ابو مسلم قیام کرد از روی حساب همگی 15-20% مردم تاجیک مسلمان بود، 80% دیگه هنوز در برکشی زردشتی و بودایی و اینها بودن. سامانیان برای چی سامانیان نخستین شده به قدرت راه یافتن؟ برای اینکه سامانیان به اصطلاح خود کتابای همون زبان سرچشمه ها از متقدمین تاجیک بودن که اسلام قبول کردن. از اولین ها بودن که اینا اسلام قبول کردن. بابای این خانواده همین سامان خدا با یک عرب به نام عبدالله اسد ابن عبدالله دوست می شود و وقتی که با همدیگر رابطه میکنن این بر همون عقیده اون تبلیغ میکنن و این اسلام با شمشیر نه خودش اسلام قبول میکنن و وقتی اسلام قبول میکنن بچه همین خودشه با افتخاری همون نفری که از او اسلام قبول کرده بود نامش میگه اسد نامی هم عرب بود. وقتی اینا قدرت یافتن در وقتی که زمانی هارون در سمرقند یک جنبش بسیار بزرگ شد، جنبش رافع ابن لیث. این رافع ابن لیث قدرت عباسیان زیر سوال برد و از بس که همین اسد و بچه‌هاش 4 تا بچه‌اش مسلمان بودن، اینا با عرب‌ها رابطه داشتن، اینها در فرونشاندن همین شورش و به صلح آوردن شورش طرف عباسیان گرفتن و وقتی که مأمون آمد خراسان به حاکم خراسان به غسان گفت که بچه‌های سامان نبیره‌های سامان خدات از نام من وظیفتی که اینا جانبداری ما بودن. بعد سال 819 یک بار 4 پسری همین اسد، الیاس، احمد، نوح و یحیی را در همین شهرها حاکم کرد. یعنی اینها اول وقتی که حکومت یافتن قبل از طاهریان، وقتی که طاهریان امیر خراسان شدن، اینا همچون حاکمای ولایت ها تابع طاهریان بودن. وقتی که صفاریان به قدرت رسیدن، اینا تابع صفاریان بودن. بعد در جنگ اون معروفی که با صفاریان داشتن، اینا وقتی که صفاریان با خلافت مشکل داشتن، اینها صفاریان زدن و امیر خراسان شدن. ما فقط دوره امیر خراسان شدن اینها رو زیاد میگوییم، در حالی که اینا 80 سال قبل از این در این ماوراءالنهر و خراسان اینا حکومت داشتن. پس چرا استاد یک چیزی جالب اشارت کردید، گفتید که اینا از متقدمان بودن و اسلام قبول کرده بودن، ولی ما هر چیزی که ملی میگویم، یعنی دولت داری ملی و افتخارمون
بیشتر از اون طاهریان و صفویان حتی دولت‌های قبل از اسلامیان فقط میریم روی سامانیان افتخار میکنیم. و چرا اینقدر افتخار بزرگ داریم ما از سامانیان؟ اینا چی کردن که ما اینقدر مدیون خدمات اینها هستیم در امروز؟ بله نگاه کنید، ما در از عصر 11 به این جانب اون چیزی که در تاریخ هست، ما خودمون رو تاجیک مینامیم، یعنی تاجیک میگوییم. ما تا اون زمان خودمون ما مثلا تاجیکیت از اینجا استاد 100% یکم تاجیکیت است. چرا؟ برای اینکه ما تا اسلام سغدی، تخاری، فرغانی، استرشنی، قبیله های گوناگونی که ایران نژاد بودیم، نام تاجیک تا اونجایی که هست نبود. از عصر 11 یعنی در روی غزنویان کلمه تاجیک در آثار بیهقی است، در عنصری است، نظام الملک شروع می شود. انمی تاجیک گفتن سامانیان همین قلمرو تاجیکا را بعد از اینکه عرب ها اینجا ضبط کردن، اولین بار در قلمرو یک دولت اینا همین حدودها را فراهم آوردن. یکم یعنی یک دولت شد. دوم این دولت پایتخت داشت، بخارا. این دولت به مفاخری قبل از اسلامی هم اهمیت میداد، به دوره اسلامی هم. ببینید فرق اینها از چرا اینها ممتازتر شدن نسبت به طاهریان و صفویان. دلیر جان، طاهریان برای فرهنگ ما خیلی خدمت کردن. نهادهای آموزشی و پرورشی، نهادهای معارف و علمی که طاهریان در نیشاپور و در دیگر شهرها کردن هیچ سلاله نکرده است. لیکن طوری گفتم اینها 100% تابع عرب‌ها بودند. اینها حتی خراج می‌پرداختند به خلافت. صفویان بسیار جسورتر از سامانیان بودند، لیکن اینها موفق برای چی نشدند؟ برای اینکه اینها در امور مذهبی چندان این پایبند نبودند، یعنی آدمای کمتر چی بودند. برای خود این از سرچشمه ما این گپ میگم. و در اون وقت دیگه مردمی ما فکر میکرد که خلیفه از اولاد عباسیان است، چون عباسیان وقتی که به قدرت رسیدن در بین مردم همین که تبلیغ کردن که ما تا روز قیامت، یعنی تا آمدن عیسی دیگه خلافت از دست ما نمیرود. اینا حتی حدیث هم خیلی حدیث جور کرده عباسیان. مردم دیگه حکومت اونا رو عادت کرده، فکر میکرد که کسی از عباسیان نامه دارد همون حاکم. همین کار صفویان شکستن. سامانیان دیدن که در بین طاهریان و صفویان باید راه میانه را انتخاب کنن. اینا راه میانه را انتخاب کردن. چیکار کردن؟ اینا حکومت خلیفه را قبول کردن، گردن نهادن. از اسماعیل تا آخرین پادشاه حاکم سامانی را یگانتش با خلیفه ها نه جنگ کردن نه هیچی، و از همین فرصت استفاده بردن همون آرمان های ملی مردم، درخواست هایی که مردم میخواست که دوباره عظمت ایران زمین احیا شود، زبان جای خودش گیرد، مردم عظمت یابند، مردم رهن از اون وابستگی خلافت، همین ها رو با شعار مدارا اینها پیش بردند و موفق شدند. و سیوم دلیل ماندگاری سامانیان، ما نه قبل از سامانیان نه بعد از سامانیان هیچ حکومت به اندازه سامانیان در علومی، در رونق علم و فرهنگ موفق نبود. یعنی اینا واقعا موفق بودن. و چهارم رمزی ماندگاری اینا بود که اینها نه دینگرایی افراطی داشتن، نه اون افتخاری پوچ و افتخاری بی اساسی که به سابقه باشد. اینا تاجیکی مسلمان شدی همون زمان سرجم کردن، به تاجیک گفتن که تو درست که مسلمان شدی، اما تو سابقه داری که از اون مردمی که تو دین قبول کردی به مراتب قدیمتر، تو دولت داری، تو زبان داری، تو فرهنگ داری و تو عرب نیستی. من شاید برای شما گفته بودم یک بار که یک زمان یک نفر دانشمند مصری می نویسد که ما سببی برای چی میگوید ما مصری ها عرب شدیم، علاوه ما قبطی بودیم، عرب نبودیم، اما ایران و آسیا میانه عرب نشدن. و میگه که برای اینکه این ایران و آسیا میانه فردوسی برای این شخصیت داشتن و فردوسی رو که با وجود آورد محیط سامانیان. یعنی افتخار از گذشته، ساختن گذشته و به هم یعنی آشتی دادن این دو فرهنگ تا اسلامی و فرهنگ اسلامی، و در این دو فرهنگ آشتی دادن و جاری کردن، اینها
به منفیت خودشان بود و اتفاقا به منفیت مردم اون روز هم بود. این سبب‌های ماندگاری سامانیان. استاد در آن همین سرگه همین پیشرفت ها، همین شکلگیری یک دولت ملی و داشتن همین نهادهای قوی، خود شاهان بودن یا وزرا بودن؟ کیها نقش اساسی داشتن در اونجا؟ یعنی ما اگر میگم که این خدمت فلان بود، خدمت فلان گروه بود، یا شخصیت‌های بودن یا زمینه‌های فرهنگی قوی داشتن که چی بود عاملش که این دولت این قدرت کرد؟ ما باید عاملش فهمیم که برای ما اگر فقط گوییم که فقط سامانیان کردن، این ظلم میشد به مردم. من میخوام که دیگه کیا بودن اونجا طبقه؟ شما ببینید برمکیان نخستین چی را میگذارن. بعد دوم یک حرکت از شما، این حرکت حتما اطلاع دارید به نام شعوبیه. حرکت شعوبیه در قطاری همون گفتم که پایدیواری حکومت گذاشتن، پایدیواری همین حکومت و افتخاراتی ما رو شعوبی ها گذاشتن. یعنی اینها با بحث کردن، با جدل کردن با عرب ها که میگفتن شما هیچی نبودید، ما شما رو آدم کردیم، این همین زمینه به سر قدرت رسیدنی تاجیکا را شعوبی ها کردن. یعنی شعوبی ها با در پرتو اسلام، یعنی اونا مسلمان بودن، البته بعضیشون وقتی آخر رفته اصلا به اسلام بدبین نشدن، بعضی از گروه روی هاش، اما شعوبی های اساسی مثل فردوسی که نمونهش این فردوسی است، اسلام قبول داشتن، پیغمبر قبول داشتن، اما عرب قبول نداشتن. این یکم خدمت. دوم خدمت این سلاله ها. سوم خودی مردم آماده شده بود. بعدی همون قیامی که من گفتم دیگه مردم روحی ضد عربی بود. مردم میخواست که به عظمت و شفقتی پیشتر برگردن. و خدمت سامانیان چی بود؟ یک دوستانی بسیار خرد است میگن که در زمانی که در عصر 18 ایران وقتی افغان ها میگیرن، پشتوها افغان در ایران بسیار بی‌رسمی میکنن، بسیار کارهای زشت میکنن و صفویان از قدرت میرانن. 4 5 6 7 سال میگذرد، مردم ایران بسیار در حالت بد و از این بین نادرشاه قیام میکند و ایران از دست این افغانا نجات میدهد. بعد همین نادرشاه در جریان یکی از جنگ ها میبیند که یک موسفید 70 ساله چنان در مقابل این افغان ها میجنگد که تعجب میکند. و وقتی جنگ یک طرف میشد میگه پدر بیا اینجا، و 5 سال پیش اینا وقتی که اومدن تو کجا بودی که جنگ کنی که کشورت به دست اینا نفتن؟ این موسفید میگه که من بودم اما نادر نبود که مرا بخزانند. سامانیان خدمتشون بود که انمین میسی تاریخی، رسالت تاریخشون اجرا کردن، انمین حرکتی عظیمی خلقی را هدایت کردن، راهبری کردن، بسیار زیبا راهبری کردن. اینا اگر سامانیان مثل اگر طاهریان یعنی چاپلوسانه و بی ارزگی که میکردند و فقط عباسی‌ها رو گردن می‌نهادند و فقط خراج میدادن، سامانیان خراج نمیدادن، فقط هدیه میفرستادن. طاهریان میدادن خراج، یعنی تمام خراج میپرداختن به بغداد. اینا خراج نپرداختن. اینها گفتن ما در سکه، در پول و در خطبه نماز جمعه نام خلیفه رو میگیریم، در سکه نامت میزنیم، اما در داخل سیاست داخلیش کاملا اینها استقلال داشتن. یعنی استقلال اینها استقلالی داخلی بود. از نگاه سیاسی اینها تا آخرین لحظه خودشون پایبند عباسیان میدونستن، به خاطر آنکه همین کار اگر نمیکردن یک قشری جامعه اون زمان فقط از شاعر و نویسنده عبارت نبود. جامعه اون زمان تاجر داشت و تجارت این زمان منفعتدار بود که با بغداد و با اسپانیا رابطه داشته باشند. اونها منفعتدار بودن که همین امپیر حفظ شود. خب دیگر روحانیان هیچگاه به سامانیان اگر اینا گردن نمی‌نهادند، عباسیان هیچگاه روحانیان اینا رو قبول نمی‌کردن، چون روحانیای ما همیشه پای وابسته خلافت بودن. به این خاطر اینا همین روند بسیار عاقلانه حالا استاد روحانیان در تصمیم گیری بسیار نقش کلیدی داشتن در تصمیم گیری جنگ و شورش‌های مردمی و مردم روزانه. منبرهای مسجد تبلیغی همون حکومت سامانی بود، طبق همین کتابی نوشته فرهنگ تمدن در قلمرو سامانی. ببینید یک نکته فراموش نکنیم، ما دو سامانیان داریم. سامانیانی ما اول میگیریم، یعنی بیادمی عصر 10 گیریم، اون زمانی پیشترش گفتیم. همین عصر 10 یعنی 100 سال. ما نیم عصر اولی سامانیان دوره جلال و شکوه و عظمت داریم و اون 50 سالی آخر که دوره افول و آخر از مهلوی. شما اگر بینید در 50 سال اول دین و دینداری و دینداران دقیقاً تحت کنترل بودن. یعنی دولت این کنترل کرد، نظارت کرد. چگونه؟ دولت اونها رو به جایگاهشون اعتراف کرد، اما نگذاشت که اینها در کارهای دولتداری به خود و بی خود دخالت کنند و نظام از بین برند. شما میدونید یک نکته دلیل ما باید فراموش نکنیم، در همین دینهای جهانی
وقتی که روحانی در سر قدرت قرار میگیرد، برای قشر روحانی چیزی از همه مهم این همون عقیده خودش است. و میدونید که همین دین‌های جهان، مسیحیت، یهودیت از جمله اسلام، فرقه دارد. هیچ دین بی فرقه نیست. ما هم در همون زمان علاقه فرقه داشتیم. ما وقتی که منبر و سیاست در دست گروه فرقه میدید، اون فقط مذهبی خودشه، فقط عقیده خودش برتر میدونند و عقیده غیره، حتی مسلمانای دیگر، یعنی بیرون میدونند. سامانیان ببینید عقیده سیاسی و دینی سامانیان در کتاب سواد اعظم درج شده است. شما کتاب سواد اعظم خوانید، این کتاب با سفارش اسماعیل سامانی نوشته می شود. در بند 4 همین سواد اعظم و باز ترجمه میکنن این به زبان فارسی. گفته می شود که بسیار چیزی مهم بود. در همون زمان 3 رویه بسیار شدید به هم دیگر برخورد داشتند. یکی اهل سنت، دیگر شیعه، سوم خارجی. 3 فرقه اساسی بود. تمام فرقه ها از همین 3 فرقه شو نشأت میگیرند. اینها هم دیگر میدونید که شیعه امویان یعنی مقابل سنت، این سنت مقابل، یعنی اهل سنت مقابل شیعه، خارجی هر دوش قبول ندارد. بله، خوارج هر دونه قبول نداره. ببینید روش پسندیدی سامانیان ببینید. در عصر 10 اینها میگفتن که در همین کتاب سواد اعظم میگه که ما تمام اهل قبله را مسلمان میدونیم و هیچ نفری که قبله را قبول دارد، یعنی خدا را قبول دارد، پیغمبر را قبول دارد و قبله خود کعبه را گفته است، ما حق نداریم وی کافر گفتن. این میدونید چقدر مهم است سیاست دولت، این که تمام فرقه های مذهبی شما حق آزادانه فعالیت دارید. این بسیار چیزی مهم بود. وقتی ما همین روش میبینیم در نیمه دوم خللدار میشود، اصلا نظام دولت برهم میخورد. مثال دقیق میارم. مقدسی در نیمه دوم عصر 10 میاد، مقدسی عربه، کتاب معروف احسن التقاسیم فی معرفت الاقوالیم دارد. این به سامانیان بسیار عشق میورزد، یعنی عاشق سامانیان است. سامانیان رویششون میپسندد. حتی حنفی بود، اون مقدسی هم برخلاف همین عرب ها حنفی است. بسیار میپسندد و از یک چیز اما هشدار میدهد و هشدارش شد. میگه که من در نیمه دوم سال 80 90 عصر 10 آمد، میگه من یک چیز بسیار نگران کننده دیدم. من هیچ شهری خراسان و ماوراءالنهر را ندیدم که از نزاع مذهبی خالی باشد. این یک روز برای اینها مصیبت میآورد. دلیل جان شما تصور کنید نزاع مذهبی بین شیعه و سنی که ما عادت کردیم شنیدیم، بین اونها نه، در داخل خود فرقه های سنی. یک مثال تو میبرم. میگه که شهر رای آمدم و شهر مرو آمدم. میگه در شهر رای که مردم نصفش شافعی بودن نصفش حنفی، اینقدر اینو به همدیگر جنگ میکردن که در امامتی، یعنی هم پیشنمازی، به خاطر اینکه جنگ نشود یک روز حنفی میشد پیشنماز، یک روز شافعی، در داخل یک مذهب سنت. مثال دیگر، اسماعیل سامانی به اهل علم، به دانشمندان، بخصوصا به علما و روحانیای دینی بسیار با خوب مناسبت میکرد، یعنی اونا رو احترام میگذاشت، اما نه اینکه در کار دولتداری دخیلشون کنن. میگن که دو مثال از نرشخی میگه که یک نفر دانشمندان شافعی به نزد اسماعیل آمد و او دانشمند بسیار بلند مرتبه بود و اسماعیل با او احترام گذاشت و حتی میگن از تخت پایین شد، گسیلش کرد. میگه حنفی‌ها رشک آمد، تو چی این شافعی احترام میکنی؟ و مثال دیگر تا این حد. مثال دیگر در بازم نرشخی میگه که در بخارا یک نفر قاضی موندن با نام ابوذر که میگه شافعی مذهب بود، بسیار دانشمند، بسیار با تقوا و بسیار پاکیزه بود. این حنفی‌ها که نمیخواستن شافعی قاضیشون باشد، میگه اینا ده ها بار خواستن که یک اصطلاح هست که معروف پتستاوا این خواستن که با رشوه به دست افتاد، اما میگه اون رو نتونستن آوردن، اون چون خیلی آدمی نازنین بود، یعنی خیلی پاک بود. از همین دو مثالی آوردم، شما قضاوت کنید چقدر محیط ناآرام بود. یعنی و سامانیان اول همین چیزا رعایت کردن. حتی ما میبینیم که اگر راست باشد، چون بعضی دانشمندان شبهه دارن، مثلا شما زمان نصر ببینید، میگن که نصر و وزیرش ابوالفضل بلعمی با اسماعیلی گرفتش، یا تا رودکی را میگن که کرامتی هم بود. بله هم ببینید این فضا تا این درجه باز بود که نفرای حتی درگاه ایکور، یعنی آزادی اندیشه که در زمانی آزادی فکری و اندیشه بود در هیچ دوره‌ای نه تا نه بعد از سامانیان نیست. یا که جیهانی رو ببینید، جیهانی مانوی بود. ابو سهل مسیحی که استادی بیرونی است و در خوارزم در محیط سامانیان به دنیا آمده است و مسیحی به خاطر نبود که تخلصش، و دین مسیحی داشت و در دربار کار میکرد. یعنی
آزادی اندیشه رو سامانیان تضمین کردن. این قدرتمند شون کرد. و وقتی که شما همون زمان اگر نیشاپور رو بینید، شهری از همه زیاد نهاد علمی داشت. این تقریبا 200 سال همین سیطره و حکومتی علمی نیشاپور دوام کرد. حتی میگن که مدرسه هاش از بخارا هم بیشتر بودن. در اینجا ما میبینیم که تمام فرقه ها امکان داشتن، همین فرقه مدرسه داشت و سامانیان میگفتن که شما حکومت اعتراف کنید، به حکومت کاردار نشوید، در بحث ها شما آزادید. و ما در این دوره بحث های عجیبی میبینیم. یک بحث است در تاریخ مشهور با نام بحث خوارزمی، ابوبکر خوارزمی با بدیع الزمان همدانی، خیلی معروف است. اینو بحث میکنن، اصلا در سری بحثشون مردم جمع میشن. یا بحثی شما تبری رو در بغداد بینید با پیروای مذهب سلفیه. یعنی محیطی هست که تو حق انتخاب داری، حق آزادی بیان داری و هیچ کس تو رو به خاطر این کار تبعید نمیکنه. نکته دیگر که باید بگویم، بعضی حکومت ها در گذشته و حتی حالا هم بعضی حکومت های در همین دنیا میبینید که میبینید یک پایتخت میسازن، تمام به همین دیگه چی نمیسازن، پایتخت میسازن، پایتخت تمام. سامانیان میدونید بزرگیشون چی بود؟ سامانیان در برابر بخارا، که بخارا رو بینید در برابر بغداد، رودکی میگه امروز به هر حال که بغداد بخاراست، عصر 8 و 9 دوره عظمت بغداد، رودکی میگه سامانیان سیاستشون ببینید در برابر ما از بغداد بهتر میسازیم. لیکن فقط بغداد نساختن، بخارا نساختن، ببخشید فقط بخارا نساختن. شما در اون زمان سمرقند، تمام مخالفین حکومت سامانی در سمرقندن. در خوتل سلاله بنی جوریان است. اینجا من پایتختشون هولبوکاز رو ببینید، بعد 1000 سال با اون کانالیزاسی که دارن. در خوارزم سلاله مأمونیان آزادی دارن، به سامانیان فقط هدیه میفرستند، خطبه میخوانن. در گوزگانان و آلی فریغون، در ری ببینید، در ری کاکان اولادی کاکی حکومت میکردن که بسیار، حتی رودکی میگه که به من چی میدادن، یعنی هدیه میدادن به رودکی. و در سیستان خلف، این خلف نبیری یعقوب الیسه، یعنی یعقوب الیسه حکومتش برهم دادن، اما سلالش در سیستان گفتن که حکومت کنید. یعنی تمام چیزا کارو میکردن، مرکزها و شما ایمپره به تمام بهش کار هر شهر یک چیزش میبولد، به یک چیزش میفخرد. یعنی اینها محدود نکردن در داخل بخارا. اگر به هیرات ببینید اون دوستان اگر راست باشد، امیر بخارا نصر میرود در هیرات، بعد 3 سال نمیفورتش دیگه بخارا آمدن. یعنی هر کجا انجمنی فرهنگ بود، هر کجا انجمنی به اصطلاح نوروز بود، دانش بود، علم بود، همه جا در یک شهر محدود نشد. یعنی بعضی محدثا همین دوره میبینید اینها میبینن از یک شهر نه، تمام شهر میفهمن که در فلان جا یک آدم یک حدیث میداند، مثلا علم حدیث با جستجو هم میرد. یک نفر مثال خودی تبری در ایران میخواند، در مازندران میخواند، وقتی میفهمد که در بغداد احمد ابن حنبل است، میخواد اومده در بغداد علمی او را بیاموزد. یعنی مسئله یک اصطلاح در همون زمان رحل میگفتن یا رحال، یعنی از یک شهر به شهر رفتن فقط به خاطر کسب دانش، به خاطر یک حدیث یا به خاطر یک علم کوچک آموختن. یعنی فضای محدود به بخارا نبود، یک فضای بسیار گسترده بود. این خدمتی سامانیان. استاد، همین سامانیان نظام اداریشون، از ساختار سیاسیشون از کی گرفتن میراث؟ از ساسانیان گرفتن یا از خلیفه عباسی گرفتن یا از رومی‌ها گرفتن یا چیز خودشون کار کرده برآوردن؟ از کجا گرفتن این ساختار که قدر یک ساختاری که شما گفتین بسیار با نظم، بسیار قدرتمند، که بعدها بسیار از شرق شناسان، بسیار از دانشمندان حیرت میکنن با اون ساختاری که سامانیان ساختن؟ یکی از رازهای پیشکی این گپ گویم، یکی از رازهای دیگری ماندگاری سامانیان این بود که اون چیزایی که اونها ابتدا گذاشتن، زمینه گذاشتن، با سقوط این سلاله از بین نرفت. یعنی 100 سالها تا 1000 سالها دوام کرد. از جمله همین نظام اداری. این نظام اداری دیوانی، دیوان سالاری خاصی ساسانیان است. خودی وزیر که وزیر همون کیا داشتند؟ ساسانیان. بزرگمهری وزیر شما شنیدید. خب عرب‌ها معلوم که عرب‌ها چیزی نداشتن. بله. شهری آنچنانی نداشتن، دولت امپریوم طرف دولتی آنچنانی نداشتن. اینها وقتی که اومدن بغداد چطوری گفتیم برخلاف امویان، اینها تمامی فرهنگ و همون تمدنی تاجیکی را در بغداد نهادن و خودی کلمه دیوان که کلمه مثلا تاجیکی است در همین جا اینا این نظام و نام دیوان، اما نام وابسته به زمانی که مثلا در بغداد بود، نام عربی مثلا مستوفی یا استیفا، مشرف، خب محتسب،
قاضی، نام ها عربی بودن اما ریشه، ساختار و استخوان‌بندی همش تاجیکی بود. و سامانیان همینه از وقتی که اینا اطاعت از بغداد میکردن، از بغداد آوردن اینجا و رواج دادن تا سالهای آخر میگفتن که بسیار معروف بود که 10 تا، حال در وقت آخر میگن 12 دیوانی که اینها هر کدامش کاری خودش میکرد، یعنی در همون کاری خودش اقتصاد و سیاست و فرهنگ و سود و پروکراتور و دیگر. چون درباره اداری پرسیدید، ساختار اداری، یک امتیاز دیگری سامانیان این بود که اینها افراد بسیار آگاه و با بصیرت سر قدرت آوردن، یعنی در قدرتشان نفرای بسیار دانشمند جلب میکردن. و شما اگر بینید همین خودی وزیرها رو بینید، چند در یک 100 سال چقدر وزیر، جیهانی صاحب کتاب، بلعمی هم صاحب اندیشه. خب اون بلعمی دومنگی یعنی بچهش ابوعلی مترجم تاریخی طبری، مصعبی شاعر، یک شاعری بسیار چیرکی در سطح رودکی است، عتبی اون مؤلف اون کتاب تاریخ، یعنی شخصیت‌های ارزنده. و یک نکته دیگر، ما بازم دو سامانیان رو تقسیم میکنیم، دو دسته از سامانیان رستگار، سامانیان بسیار با همت و عادل مثل اسماعیل، مثل احمد، مثل نصر، و سامانیان دوم دوره که دربارش گپ میزنیم. شما ببینید یک چی میگم برای شما توجه کنید. خودی عدالت ورزی سامان، من 4 دلیل میبرم برای اسماعیل. وقتی که جنگ با عمرو میکنن در برابر اسیر شدن عمرو صفاری، حدود یک چند میلیون به پول امروزه پول از عمرو خودش میگه که اسماعیل من جنگ باختم، اینا پولا برای تو. میدونی اسماعیل چی میگه؟ میگه عمرو تو پدرت یک روی مسگر بود، این پول تو از کجا یافتی؟ یک شعر معروف هست که زر نبارید از آسمان به سرش، یا خودش دزد بود یا پدرش. میگه تو این پول از کجا یافتی؟ او تو که پدرت پول ثروتمند نبود، یعنی پول حرامن، قبول نکرد پول را. ببینید شیوه اینه. همین امیر اسماعیل ما میبینیم که در زمانش به او خبر میتید که در شهر رای، در امروزه نزدیکی تهران، یک آدم ترازوش ویرانه، دستور میتید ترازو میبرن در بخارا عرض میکنن، در واقع با ترازو یعنی سنگ ترازو مهر میکنند، سنگ اون آدم زندان میکنند و برمیگردانند. ببینید کجا است. یا که شبانه این به خاطر اینکه از وضع مردم با خبر شد، شبانه با لباسی گداها و قلندرها میگشت و از وضع مردم میپرسید مردم چی درد دارن، مردم چی کمبودی دارن. و یا یک نکته دیگه که همین خودی در اطرافش جمع کردن دانشمندان، یعنی یک گپی معروف است میگه که نام بزرگان به نیکی بردن، یعنی خودی همین آدم با وجود اینکه عدالت می‌ورزید، با عدالت خودش یا با شخصیت خودش اکتفا نمی‌کرد، با دانشمندان در اطرافش جمع کرد، مشورت می‌پرسید. این بسیار مهم است در امور دولت داری. خب استاد، همون گونه شما گفتید که ساختار و نظام سیاسی بخارا بعد 1000 سال هم دوام کرد و این صلح‌های ترکیه هم من فکر می‌کنم در همین زمین‌ها اومدن چیزی تیار دولت داری کردند و پیش رفتن. اکنون استاد بگیم که این دولت با این قدر بزرگی، با این قدر مثلا گفتیم که شاههای عادل داشتن، فرهنگ و تمدن، اون کتاب و کتابخانه، چیست که شکست خورد و شکستش، عاملای شکست یک دولت با این بزرگی چی بود؟ من میخوام عاملای شکستش بگم و صحبت رو در اینجا خلاصه کنیم، چون این موضوع شکست سامانیان خیلی موضوع مهم است، چون عبرت بگیریم او که چرا چون یک دولت‌های قدرتمند میتونن شکست بخورن، عاملش چی میتونه باشه؟ ببینید همین هر چی که ما وقتی میگیم که سبب‌های صعود این سلاله و بالا رویش، شما عکسش ببینید سبب‌های سقوط است. بله. نگاه کنید. یکی از کمبودی سامانیان، چند کمبودی شما، یکی از کمبودیشان این بود که اینها از همین 7-8 نفر حاکمای که بر خراسان حکومت میکردن، از 8 نفر 5 نفرش در سن کودکی به قدرت رسیدن. نصر در 9 سالگیش، او 9 در 13 سالگیش، یک نفر دیگه در 17 سالگیش، یک نفر اصلا نابالغ بود. این رأس شد در خاندان سامانیان که بسیار چیزی نکوهیده بود. دویم خطای سامانیان این بود که عدالت رخت بست. ما وقتی که درباره عظمت سامانیان میگیم، یکی از کارهای بزرگی که اینا سامانیان اول کردن این بود که نظام اقتصادی طرزی بود که خاندان حکومت داری شاهی یگانه منپولی که داشت، این گپی معرخ است، یگانه منپولی که در اقتصاد داشت غلام فروشی. شما دیدید که غلام ترکای غیر مسلمان رو میگیرن میفروختن.
انمی منپولی غلام در دست امیر بود. تمام دیگه تمامی یعنی تجارت کندکاری پیشوری همه مالیات میسپرد و یعنی دخالت نمیکردند اینا. این سبب شد که مثلا در زمان سامانیان یک جامه بود، مورخان میگن که در بغداد فقط همین جامه رو میپوشیدن، در شهر بخارا یا که کاغذ سمرقند 200 سال تمام خلافت یعنی از همین امروزه حدود آسیا میانه تا اسپانیا با کاغذ سمرقند مینوشت. این بینید استحصالات این برای اینو دخالت نمیکردن. نظام مالیاتی طوری بود که اگر خشکسالی میشد میگفتن که مثلا اندازه نگیرید یا اندازه سیک کنید. ما در دوره سامانیان آخر میبینیم که این سامانیان ضعیف و نفسی آخر امیرای تن پرور و اشرت پرست به خاطر اینکه اون خراجاتشون نمی پوشاند در یک سال 2 بار میگرفتن. این گپی در تاریخ است و همین حتی رسم شد و حتی بعضی‌ها میگفتن دشنام میدادن که نفرین با آنها که این رسم جاری کردن. یک جنگ چیزی شد گفتن نمی 2 بار سپارید. اول گفتن که شما این سال سپاری سال آینده نمیگیریم، بس سال آینده گفتن یک تا این خلاص رسم شد 2 بار اندازه‌گیری. این دیگر سیوم ما در دوره سامانیان آخر میبینیم همین یکی از کمبودی و نقص‌های تاریخی 1000 ساله ما که بدبختانه تا امروز ما بعضی از افراد جامعه ما حتی نخبگان ما از این خودشون پاک نکردن، تفکری مضافاتی و به اصطلاح امروزه محل‌گرایی بود. ما یک سیاست میبینیم که در سامانه آخر انمی سیاست ما بر علا مشاهده میکنیم، یعنی نادیده گرفتن بعضی حقوق بعضی از مضافات. یک مثال میبرم برای شما. در سیستان نارام میشه. این گپ مورخ تاریخ سیستان میگه از بخارا لشکر میفرستن که این جور آرام کنن. وقتی که میبیاد لشکر مناسبت میبینه تاجیک به تاجیک. سیستان همش تا امروز سیستان تاجیکه که در قلمرو افغانستان و ایران است. میبیاد لشکر داخلی شهر پایتخت سیستان زرنگ میشه. بعد وقتی آرام میشه شورش، یکی از پیشواهای مردم با نام صندلی میبیاد پیش فرستاده امیر سامانی که از اولاد سامانیان است، میگه امیر ما اطاعت کردیم شهر آرام شد، ما از شما خواهش میکنیم لشکرتون بیرون کشید که اینجا مردم زن و فرزند دارن. این میدونی چی جواب میده؟ میگه ما از 1000 مثال امروز گویم کیلومتر از آمدیم زن و فرزندمون رو در اونجا موندیم، در اونجا زن، در اینجا همراه زن نداریم. خب در اونش فهمیدید؟ بله. این یک دیگر در جامعه اولی سامانی در بین طبقه های زیادی که در این دوره بود، طبقه ها با هم دیگر بسیار نزدیک بودن. دبیر کاری خودشه، شاعر کاری خودشه، سپاهی کاری خودشه، دیوانی کاری خودشه، پیشور کاری خودشه، تاجر، بازرگان همه کاری خودش میکرد. ما در روحانی ما در دوره بعدی آخر میبینیم که این نظام برهم میپیچد. فردوسی یک شعر دارن میگه که در وقت دولتداری وقتی چو این کاری آن جویدان کاری این پرآشوب گردد سراسر زمین. یعنی نظام طبقاتی دخالت شروع به کار همه طبقه ها با هم دیگر. یک مثال، یک روحانی تعریف کردم که سبب دیگر است، دخالت ناجای بعضی نمایندگان روحانیان. وقتی که یک روحانی با نامی که تخلصش از شیخ جلیل بود اینو وزیر میکنن. خب این آدم بیشتری کارش وقتش به عبادت میگذارن و در ضدیت با ترکا سر کرد، با ترکا ضدیت کردن. ترکا اومدن اینو کشتن. ضدیت بین روحانی‌ها شروع شد و ترکای لشکر. و اشتباه دیگرشون که ادامه همین است. ما در دوره‌ای که یعقوب امر میخواد به بخارا آمده با اسماعیل جنگ کند، در کتاب مشهور است اسماعیل مراجعت میکند تمام مردم بر آمده در مراجعت میکنند تمام مردم آمده با اسماعیل جمع میشن، همین طبقه ها از جمله دهقانان. یعنی دهقانان اون زمان دهقان هم وای میکنند فئودال، یعنی آدمای صاحبای دهره. سامانیان به خاطر اینکه نفوذ ولایت ها را کم کنن، نفوذ دهقانا را کم کنن، اینا رو از ارتش دور کردن. به یک گروه بودن به نام غازیان که بالانس قوا رو نگه می‌داشتن. وقتی که می‌خواستن چیزی شد، غازی در مقابل، یعنی در مقابل همدیگر نیرو لشکر از صنف‌های گوناگون بودن از مردم. سامانیان آخر بعد عبدالملک اینها برتری دادن بر ترکا که اینا نه چی داشتن، خانه نه در، همه چیشون دادن که با ما اطاعت کنید. اینها دیگه نظم از بین یعنی اینا در دستشون همزه اینا به کاری هر کی دخالت میکردن، میخواستن شاعر میکشن. شما ببینید دقیقه غلام ترک میکشن. یعنی نظم جامعه بر هم میخورد. بعد در مورد دخالت روحانیان گفتیم. شما تصور کنید
روحانیان بعضا ارتباط داشتن با خلافت بغداد. خلافت بغداد، خلیفه عباسی، یک چیز فراموش نکنید دایر جان و بیننده شما، عباسیان دشمنی تمام سلسله های تاجیکی بودن. اینها طاهریان شوراندن در مقابلشان صفاریان، سامانیان در مقابل صفاریان شوراندن، قرخانی ها و غزنویان در مقابل سامانیان، سلجوقیان، گپای تاریخی همش میگم فکت دارم، سلجوقیان در برابر غزنویان، خوارزمشاهیان در مقابل سلجوقیان، آخر مغول های غیر مسلمان دعوت کردن بیت شما خوارزمشاهی را زنه. این دیگر و یک چیز دیگر که باید با این فراموش نکنیم، دربار فاسد. یعنی دربار فاسدی سامانی من آخر دربار دارم در نظر دارم. اگر در نیمه اول عصر 10 از گوشه و کنار دانشمندان به بخارا آیند و آرزو میکردن که با امیر سامانی بشینن، چی ماند که باید وظیفه شون تیاد، چون وظیفه بسیار قدر داشت، چون هر کس در جای خودش بود. یک مثال میبرم، بیهقی میگه که من در نیشاپور وقتی 20 ساله بودم یک مرد دیدم به نام بزغشی. این بزغشی وزیر سامانیان بود است. نظم مملکت تا جای ویران میشود که اینا وزیر کشی شروع میشود. چندین و این وزیر سامانی تقریبا اکثرش کشتگی اند. چون نظم ویران میشود که همین بزغشی طبیبی دربار، طبیبی شاه دعوت میکند، پول میتید. میگه پول برای تو، یعنی به اصطلاح رشوه. من از تو خواهش دارم. میگه چی؟ میگه من پگه خودم بیمار میگیرم، میگم در اسب افتیدم، تو بیا من معاینه کن، با پادشاه رفت گو که این دیگه خوب شدنی نیست، یعنی این از بهرش برای این همین کارو میکند. یعنی تصور کنید وزیر امیر خراسان میخواد شانه خالی کند، گور عزت. چرا؟ چون میدونه سرنوشتش چی میشود. در حالی که این میدونید 30 سال دیگر بعدی برهمخوری سامانیان با یه آدم زنده بود. بیهقی میگه یک پیری بسیار نورانی و بسیار سالار و اشراف زاده بود در کوچه نیشاپور. میگه وقتی با اسب میگشت همه حسرت میخوردن که این چقدر آدمی اشراف زاده است. یعنی این نشانه های اون که این دولت، یعنی پاره هم نقش داشت دادن رو وقتا، هم وقتی که نظم جامعه برهم خورد، پاره به عصر 20 و 21 بر نمیگردد. از زمان قدیم پاره که از وقتی که انسان هست، این پاره همچنین یک عنصر خراب آوری که دولت از بین میبرد وجود داشت. و یک نکته شما به فکرم این چیز حتما باید در نظر داشته باشید، یک گپی معروفه که وقتی آخر میگن که درباره اینکه در لحظه های آخری سامانیان اون فتوای روحانیان، یادتان هست؟ بله. این گپ یک عرب میگه، هلال صابی. شما هم به یاد بیارید وقتی که اینجا بینید دو مسئله هست، ما باید هر دو میگن عیبش گفتیم، باید هنرش بگیم. او خیانتی که اون گروهی از روحانیان کردن به جای خود، هیچ کس به سفید نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونها میتونه وقتی به مردم گفتن آمدن خواستن که از سامانیان دفاع کنن، مردم اینا گفتن که نه، قرخانیان هم مسلمانن. بعد نپرسیدن که آخر اگر قرخانیان مسلمانن و بر سری مردمی بخارا که مسلمانن لشکرکشی بر سری مسلمان جایز نیست. اما اینها دلگیر شدن از خانواده، از امیرای جوان فاسق میخواره که اقتدار امور دولتش همش سپردن به دستی آدمای نااهل. یعنی همه اینها دست به دستی هم دادن و منجر شدن به سقوط این خاندان. و من فکر میکنم درباره سقوط این خاندان که ما اینقدر زیاد میگوییم و افسوس میخوریم، گپی از همه بلند برتل گفته است. برتل وقتی جنبش میکند زمانی سامانیان یک سخنی بسیار تاریخی میزند، میگه پریفسی آپشم دلیر رونادوشیه. یعنی وقتی سامانیان برهم خوردن، یعنی مردم یک دیگر بی‌طرف بودن. این گپی برتل است. نسبت دولت دیگه بی‌طرف شده بودن. چرا؟ چون اون سالهای آخر در خاطری مردم با خوبی نماند. از اندو سر کرده تا اختلاف مضافاتی تا ظلم و قتل و کشتار. اما آخری جمله زیبا هست، جمله برتل. وقتی این گپ میزنه یعنی پریفسیابشم رونادوشی، یعنی بی‌طرفی همه مردم. میگود مردم اون زمان درک نمیکردن که سقوط یک سلسله آریایی نژاد، دقیقاً میگم گپش، چی عاقبتی برای این مردم خواهد داشت. یعنی اون زمان مردم نمیدونستن که چی چیز از دست میدهند. نه امیرا لیاقت کردن که دولت نگه دارن، نه مردم درک کردن که به چی روز مواجه میشن. بعد ما وقتی ناصری خسرو میبینیم بعد ناله و آه سر میشد که خراسان زال سامان چون تهی شد، همه دیگر شدش احوال سامان. یعنی مردم وقتی فهمیدن که نعمت تا امروز مردم افسوس میخورن از شکست چون یک سلاله. یعنی ما اینجا با دو جنبه مسئله، چون تاریخ عبرت است، با دو جنبه مسئله رو ببینیم. یعنی هم خطای حاکمان، هم خطا و ناآگاهی مردم، هر دوش برابر است. یعنی مردم
اون 5 سال ما در تاریخ کم داریم خیلی که حالت که یک امیر برای بیاید و خواهد که همین شوروی با همین عظمتش برهم خورد، دیگه برهم خورد، تمام یک گیکیچپه دو روزه شد. ابراهیم منتصر، اسماعیل سیوم، این ابو ابراهیم منتصر این 5 سال جنگید اما هیچ کی مردم دعوتش نکردن، اجابت نکردن دعوتش. چرا؟ چون دیر شده بود، دیگه الکی کار از کار رفته بود. یعنی این سابق تاریخ برای ما است که وقتی نعمت در دست داریم، مثلا من برای امروز میگم وقتی ما استقلال در دست داریم باید این نعمت قدر دانیم. من همچون معلم که در درس خیانت نکنم، شما همچون ژورنالیست که در گفتن حقیقت کنید. یک نفر کارمند گمرک این که به دولت خدمت کند، نه فقط برای خودش بدزدد. یک نفر مأمور انداز همین خیل و همه ما مسئولیم. یعنی این سابق تاریخ سابق سامانیان برای ما است. سلامت باشید. من کوتاه در آخر برنامه با بیننده برنامه کتابخانه رو گفتنی هستم که یک کتاب میخوام در این برنامه معرفی کنیم، فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان، نوشته دکتر محمد رضا ناجی. بسیار کتاب کامل جامع درباره وضع سامانیان، ساختار سامانیان، اقتصاد، اجتماع و احوال سامانیان. اگر شما میل دارید این کتاب در فروشگاه کتاب تاجیکستان هست. و این چنین محیط زندگی، احوال اشعار رودکی که نوشته سعید نفیسی است. این کتاب هم از خط فارسی به خط کریلی برگردانده شده است و شما در برابر زندگی رودکی شما با احوال سامانیان در اون دوره آشنا میشوید. و یک کتاب دیگر ما اینجا آوردیم که این قبلا در برنامه معرفی کرده بودیم، بخارا و سردنیویک، نوشته ریچارد نیلسون فرای. این کتاب هم بسیار یک کتاب جالب، یک کتاب خوب است که اون درباره همون دوره خودی بخارا، درباره بخارا نقطهش صحبت میکنه و در اینجا درباره دولت سامانیان هم کم بیش گفته شده است. میتونید از اینجا معلومات بگیرید. و این چنین کتابی تاجیکانی باباجان غفوروف که اینجا هم کاملتر درباره دولت سامانیان و اون اقتصاد و اقتدار اجتماعی دولت سامانیان گفته شده است. و استادم دو کتاب آوردن به برنامه. من می‌خواستم خودشون بگویند که این کتابا چه کتاب هستند و چرا این کتابا رو به برنامه آوردند و در صحبت رو خلاصه در برابر اون کتابی که شما گفتید، من این کتاب نامه آلی سامان، این کتاب مجموعی از مقاله های دانشمندان تاجیک ایرانی است که بخشیده به 1100 سالگی دولت سامانیان نشر شد و همچنین دانشمندان دانشگاه خوجند کتابی خوب نشر کردند که من البته امیدوارم که این تکمیل می شود و بهتر می شود با نام دانشنامه سامانیان در 2 جلد که این هم یک خدمت خوبی عالمان تاجیک است. استاد بارگاه به برنامه خوش آمدید. بیاید در یک کوتاه صحبتتون خلاصه کنید، برنامه را به انجام برسونیم که خوب دانستن همین دولت سامانیان اینقدر ما دربارش گفتیم و تاریخ اون برای امروز نسل ما، برای جامعه ما چی میدهد و سپس صحبت رو به انجام برسونیم. خب بازم من بر حرفایی که همیشه میگویم این تاریخ عبرت است. ما باید از سرنوشت سامانیان عبرت داشته باشیم، بدونیم که چه چیزهایی رو اونها روی دست گرفتن که اینقدر عظمت یافتند و در نوبت خود با کدام خطا و اشتباهایی رو یافتند که سقوط کردند و اینقدر برای ملت ما، برای خلق ما در دوام 1000 سال اینقدر ماجراها و نابسامانی‌ها ایجاد شد. و البته من امیدوارم که دانشمندان تاجیک، مورخان، محققان، ادبیات شناسان، همین ساحه زمانی سامانیان زمانی بسیار برای تاریخ طولانی است، 100 سال در تحقیق، در پژوهش و به مردم آشنا کردن علم و فرهنگ و عموما تاریخ دولتداری سامانیان خدمتی بیشتر میکنه. تشکر زیاد استاد و خسته نباشید که بار دیگر دعوت رو پذیرفتید و با بیننده برنامه کتابخانه داران شکل در صحبت ما بودن سیف الله مروجان و صحبت ما بود اطراف دولت سامانیان، نفوذ، پیشرفت، اقتدار و شکست این دولت. این برنامه کتابخانه بود. تا برنامه آینده در حفظ و پناه خدا باشید.